یک چند دعاهای ترک شده که اگر آن را احیا و زنده می کردیم خیلی کاری خوب می شد. دعای پیش از خواب رفتن: بسمک اللهم اموت و احیا. دعای بعد از خواب خفتن: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. دعای پیش از حاجتخانه در آمدن: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعای بعد از حاجتخانه برآمدن: غفرانک. دعای پیش از طهارت: بسم الله. دعای بعد طهارت: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. دعای پیش از طعام: بسم الله. اگر کسی پیش از طعام گفتن این دعا را فراموش کند و در وقت طعام و یا بعد از خورده شدن به خاطرش آید، پس این دعا را بگوید: بسم الله اوله و آخره. دعای بعد از طعام: الحمد لله. دعای از خانه برآمدن: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دعای به خانه در آمدن: بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا. پس از گفتن این دعا به خانواده‌اش سلام بدهد. دعای به مسجد در آمدن: اللهم افتح لی ابواب رحمتک. دعای از مسجد برآمدن: اللهم انی اسألک من فضلک. دعای به ماشین و یا عموما به یگان نقلیات سوار شدن: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. تنبیه: بغیر این دعاها باز دیگر دعاها وجود دارند، اما ما در اینجا دعاهای کوتاه را اختیار کردیم تا که برای همه از یاد کردنش آسان گردد. همه این دعاها در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است.